کفار یکی دیگر را تمسخر میکند، یکی دیگر را تحقیر میکند، یکی غیبت دیگر را میکند. اما در بین مؤمنین چنین نیست و چنین نباید باشد. اول برای خود میگم، بعد برای فامیل خود میگم و بعدا برای شما حاضرین و شما حاضرین به دیگران برسانید که متوجه زبان خود باشیم. خصوصا قشر خواهران مسئله مهم است. خواهرانی که در نماز حاضر هستید و خواهرانی که صدای مرا بعداً میشنوید، متوجه زبان خود باشید. امروز در این شرایط نقل یا شیرینی مجلس خواهران در اکثریت محافل و مجالس غیبت هست. این افترا خیلی گناه بزرگ است، تهمت بستن خیلی گناه بزرگ است. چرا خود را آلوده میکنید؟ چرا خود را به جهنم میاندازید؟ چرا در یک مجلسی که غیبت باشد از یک بیچاره‌ای که غیبت کنند وقتی او به خانه داخل شود همه سکوت میکنند؟ خب پیشتر که بلبل زبانی میکردی چرا سکوت کردی؟ اگر واقعا تو غیبت نمی کردی چرا حرف خود را ادامه نمیدی؟ چرا رنگ تو پریده هست؟ چرا خائف هستی؟ چون خائن هستی. کسی غیبت کند همیشه میترسد، مبادا غیبت کردم کسی شنیده باشد. همیشه میترسد، همیشه رنگش پریده هست و ترسناک زندگی میکند. ای تو کسی که غیبت میکنی، از این حالت میترسی؟ از صحرای محشر نمیترسی؟ از رسوایی روز قیامت که از آدم تا به خاتم همه حضور دارن، از اون رسوایی نمیترسی؟ بیایم لحظه فکر کنیم. تمام تنبیه ها و مجازات یک طرف، از عقل خود کار بگیریم. اگر کسی غیبت ما را بکند چقدر سخت است، پس ما هم غیبت دیگران را نکنیم. اگر کسی به شما خبر آورد از کسی، بگیم الله هدایت کند. به فرموده حضرت علی رضی الله تعالی عنه، تیری طرف من پرتاب شد به سینه من نخورد، تو آمدی او را به جگر من زدی. چنین بگیم به طرف مقابل. 4 نفر را که چنین برایش بگیم، نفر پنجمی طرف ما نمی آید. بند و بساط غیبت و تهمت و خبرچینی ها جمع می شود. هر کس که به ما خبری آورد متوجه باشیم که از ما خبری به او می برد. 2 نفر داخل خانه می نشینند، غیبت یک دیگر را، یا غیبت بزرگ فامیل را، یا 2 انبجین به اصطلاح 2 عروس خانه بنشینند غیبت خشوع خور بنمایند که او مادرشان هست. چقدر سخته. غیبت خسوربوره فلان را بنمایند، چقدر سخته. غیبت همسایه، کاکا، ماما، زن کاکا، خیلی سخته. بیاییم از همین لحظه تصمیم بگیریم که ما دیگه غیبت هیچ کس را نمی کنیم. سوال پیدا می شود که ما غیبت کردیم، غیبتم به گوش فلانی نرسیده، چه کار کنیم؟ به حقش دعای مغفرت کنید. نیازی نیست که بروید برایش بگویید. اگر حرف به گوشش رسیده بروید معذرت خواهی کنید. اگر حرف برایش نرسیده در غیابش دعا کنید، معذرت خواهی کنید، توبه کنید، الله میبخشد. هر کس که میخواد غیبت کند، ساکت، غیبت نکن پیش من غیبت نمیشنوم. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم، کسی آمد به مجلس و پس بیرون شد. یکی از اهل مجلس حرف برای او شخص گفت در غیابش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خلال کن دندانهای خود را، خلال کن چون گوشت خوردی. گفت یا رسول خدا ما اکلت لحمت، گوشت نخوردم. گفتم در غیاب برادر مسلمان خود حرفی گفتی که او دوست ندارد، این غیبت می باشد. چقدر مهمانی ها برپا می شود، زحمت می کشند، بعض جاها مهمانی برگزار می کنند، 100 نفر 200 نفر 500 نفر خبر می کنند. بعد از ختم مهمانی 4 نفر می شینند غیبت مهمان ها رو می کنند. تو بیشتر نان دادی، بیشتر سخاوتمند بودی، بیشتر جود و کرم داشتی، حالا نشستی غیبت میکنی؟ به خود رحم کنیم تا اینکه از عذاب الهی دور بشویم.
حیوان وحشی به وحشی رحم میکند، حیوان درنده رحم میکند. یک انسان او هم مؤمن بنده الله 5 وقت نماز، اگر در زندگیش غیبت باشد الله هم ما را معاف کند. حالت سختی است.